سلام بچه‌ها، روحانگیز هستم. با یه ویدیوی آموزشی دیگه در کنارتون هستم. در ابتدای کار ازتون خواهش میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین و در انتهای ویدیو نظراتتون رو برامون کامنت کنین. بریم ببینیم برای انجام این کار به چه ابزاری نیاز داریم. خب من برای این کار از یه بوم 40x60 استفاده کردم که شما میتونید ابعادش رو تغییر بدین. مداد برای طراحی، کاغذ برای الگو، مقوا برای چسبوندن روی کار که حالا در ادامه براتون توضیح میدم که چطور باید الگو رو روی مقوا انتقال بدیم. در ادامه نیاز به کاتر داریم برای برش زدن مقوامون. چند مدل و سایز کاردک مختلف برای اجرای تکسچرمون نسبت به ابعاد کارمون و همینطور قلموها در سایزهای مختلف که این هم باز نسبت به ابعاد کارمون انتخاب میکنیم. چسب چوب برای چسبوندن